هلو گایز، چطوری بچه آجوبی هستم. خیلی خوش اومدیم. امروز اومدیم با بازی The Past وینه یه چیزی هست دیگه. آره، امیدوارم که خوشتون بیاد، لایک واسه یادتون نره و اینکه بریم که شروع کنیم. Let's go. خب نگاه کن، موضوع بازی اینه که نیو الان گیم نیو گیم رو بزن. خب زدم. اینجا توضیحاتی میده، نه اسکیپ کن. میگه که ما میتونیم به هم وصل شیم و اینا. نگاه، خوندم آره. ما به هم وصل نیستیم، یعنی آفلاین هم میشه بازی کرد، ولی خب تو خب نگاه، برای من یک معماهایی اومده با یک رمزایی و چیز و اینا. خب قدیمو میخوای جدیدو؟ به نظرم جدید راحت تر خب باشه، تو برو نمیدونم. پس، من جدید میرم پست، تو برو نیو. اوکی. فیوچر. خب حالا اوکی میگه که مطمئنی؟ بعد بزن یس، دوباره یس بزن. yeah. دو تا گزینه میاره، یا باترفلای راست شو یا بی بشو. کدوم میشی؟ باترفلای یا بی. چرا چی هستش اینا؟ شخصیت همه؟ آره حالا خیلی مهم نیست، هر کدوم انتخاب کنی باز داستان متفاوتی داره. تو میخوای باترفلای بعد یا بی بعد؟ هر کدوم میخوای بعد. من تو بی زم بی برمیداری؟ اوکی، من ور باترفلای. ندارم. نه بعد من باترفلای بعد. و یه سو بزن. You have chosen the bee did. خب Okay, yes. یه سو بزن بعد فلش بزن. چپتر یک. چرا اینقدر میپرسه؟ از تو به تو اعتماد دارم یا نه؟ ندارم به خود. خیلی خوب، الان جلوت یه جعبه است، درسته؟ از کجا میدونی؟ من یه تا اونجا تو چی رفتم. داری؟ حالا تو بهم بگو جلوت چیه؟ جلوت جعبه دیگه، درسته؟ جلوم یه دونه باکس با یه دونه اسکرین خیلی خوب، روی که من اسکرین میتونم کلیک کن. روشنش کنم. آره روشنش کن، بعد روی اسکرین کلیک کن. حالا هی که بری جلوتر یه رمز میخواد ازت. هسته حالا بقیه‌اش cubicle تا اون رمزش رفتم، بقیه‌شو بهم بگو. this cubicle device hold the memory that contains the room of the person in the past. Okay. اینه خب که your boss to ببین برای من یه police. صفحه کلید انگار 9 تایی اومده. اگه همچین چیزی تو مانیتور دیدی بهم بگو واسه اون قسمتش رد نکنی. اوکی نگاه کن، میگه که تو باید یه جوری کانکشن تو، ارتباط تو وصل کنی با نفر در گذشته. خب من اختار گذاشتم. هر چیزی ممکنه که یه دونه اتصال باشه براتون. To verify access please submit the year of memory. سالت تو میدونی سالت چنده؟ اینجا برای تو نوشته 1926. 1926. آره. اوکی. صفحه کلید 9 تایی. نکن. آره TNT چجوری میسازی؟ TNT. خب آره همون نه نگاه کن، چیزایی که بهم بگو که مثلا با وسط. گوشه وسط. آره خب گوشه ها. هر 4 تا گوشه. آره فقط گوشه ها یا نه چیزاش؟ آره خب دیگه وسط و اوکیش. گوشه ها آره. همین. خب نشه please confirm that person in the past open the box. میگه که اشتباه باز کردی گفتی. جعبه رو. نه یه چیزی اشتباه گفتی، چون رفت از اول برای من. جعبه رو دوباره بهم مطمئنی؟ بگو. جعبه رو نگاه کن، بهم بگو که مثلا بالاست گوشه سمت راست، بالا مثلا فلان اینا. بهم جهت بده. ببین وسط خب اینا که میزنی سبز باید بشه. مال من قدیمیه، انگار میره تو چیز جعبه مانند دکمه، میره تو. درسته. اوکی اون بالا قدیمی سمت راست واستا وسط، بالا سمت راست، و پایین سمت چپ. هم باش. خب برای من یه دونه کبریت اومد. بازش کردی؟ آره یه کبریت اومد. یه کبریت اومد برام راستشو بخوای. آه. کبریت که نوار کاست در است. چی این؟
سویچ دارم من. خب یه عقب سویچ رو باید یه جایی کار بذاریم. ها بذار ببینم چی میگه. میگه که فامیلی وریفیکیشن. ببین چی الان برای تو هستش جلوت. برای من چند تا انگار قسمته، مثلا میتونم صفحه رو برم اینور اونور. یه خونه مانندیه. ببین خب یه دونه سویچ، یه دونه دیدید چرخ ماشین لباسشویی ها از اونا برات هست؟ سویچ الان تو دستت سویچه؟ آره خب ببین الان باید یه فلش پایین احتمالا برات باشه. پایین سمت چپ راست اینجوری هست. برای من چیزی نیستش. نه خب ببین تو یه فکر دونه چیز کنم باید تو داشته گوش باشی. کن، فکر کنم تو بتونی جعبه رو بچرخونی، قابل چرخوندن جعبه داشته باشی. خب همین تو بعد این کار بکنی. خب دست من من جعبه ندارم، من چرخدنده ندارم. چجوری به تو بدم الان؟ خب خب چرخنده رو. نه، گوشه های اصلا سفر بگیر بکش این ور اونور. آها گوشه. آها اوکی کجا؟ پشت جعبم ها. اوه 4 تا شکل برای توه. خب 4 درسته؟ تا شکل. آره سمت قاب چپ عکسه اون برای من. سویچه. ببین بالا سمت چپ زنبوره. بالا سمت چپ نه، خونه است. خب زنبورش کن. خب تو بکش رو احیانا تو کلیک نباید کن زنبور. احیانا نباید تو چیز کنی. تو آره خونه است بالا سمت چپ. آره خب بالا سمت راست زنبوره. زنبور. اوکی. پایین سمت چپ پایین هم کلاغه. پایین سمت آره چپ کلاغه. پایین سمت راستم دو تا آدمه. 2 تا آدم. آره خب قابلمه دستم نگاه میشه. کن. که پایین اکسس اکورد. اوکی. شمو گذاشتم که پیجه. درون چیکار کردی؟ من هیچی منتظرم تو بگی. والا من هیچ چیز درون خاصی ندارم که تغییر کرده باشه. خب میگه شاید داغ کنه این چیز اتاقه توی جعبت. میگه حاجی یه جعبه 3 پیدا تا کردم با شکل انتخاب کن. عجیب، مثلا صلیب داره، تی داره، یه خط داره با دایره کنارش. آره خب همون برای من همونا خب هستش. بخون از سمت یه راست جوری بعد از بالا سمت راست برام تو میتونی بخون. تغییرشون بدی. آره من میتونم تغییرشون بدم. بالا سمت چپ صلیب برعکسه. چپ هست. شیطان. خب پایین سمت چپ یه حالت کلید مانندیه بدون دندونه. یه دایره است با بالاش خطه. آره یه خط. خب آره بالا سمت راست یه دایره است توش به علاوه است. خب پایین سمت راست تقویمه انگار. یه مستطیل بالای 2 تا مربع پایین. ویلیجر. سنگ داد. زغاله. خب خب الان یه ببین. بخاری دارم، احتمالاً باید بذارمش تو بخاری دیگه. آره بخاری عکس من هستش. آره به نظرم باید بذاری. کلیک بخاری بزن. اوکی. خب حالا فندک باید بزنم دیگه. خب روشن شد. بذار بخاری من حالا بعد. ببین بخاری من چند تا درجه مانند داره انگار. برای منم همینطور. خب بعد خب. درجهشو ببینیم چند داده. خب برای من بگو اول خط بالا اولی. آره یعنی 0 یا 1. اول سمت چپ، یعنی چپ این حالت. اوکی خب دومی راست خب سومی یک دونه انگار چپ یه دونه یکی مونده به آخر از سمت چپ. اوکی. یه باتری به من داد. باتری اونم دود کرد. منم همینطور. خب ببین که میگه که اسموک گاز. خب باتری گذاشتم. یه تایم به من داده. تایم. آیا شما تایمی داری؟ آره ساعت دارم. نه یه دونه عکس به من داد. وای واسه. خب چیکار؟ یه دونه کلید به من داد با یه دونه عکس من یه خالی. ساعت دارم. من با یه ساعت کاری کنم. واسه بهت میگم من. بذار بخونم. میگه که activities
میگه که تایم رو درست کن. آنلاک لنز. بذار برم جا آره. ساعت. خب من این ساعت دارم الان. ساعت چنده؟ ساعت یه چنده؟ لحظه ساعت رو بزن 13 و 15. 13 و 15. باد اومد یکم عجیب رفت. غریبه. چی شد؟ یه جوری انگار باد اومد. قاب عکس افتاد از دیوار. خب من یه دونه حالا آها خب یه بسا. نامه داره. کلید 3 داره. تا علامت باید داشته باشی درسته؟ من الان یه کلید دارم از قاب عکس. خب 3 تا علامت باید داشته باشه درسته؟ علامت. علامت های مختلف مثل صلیب و فلش و اینا. صلیفش آره اینجاست. ببین صلیب سمت راسته. صلیب سمت راسته. آره ها تو بعد به من بگی کجاست. من باید تنظیم کنم. کجا زده؟ ببین بذار. یه حالت دایره ماننده. صلیب رو باید بهم بگی یه کجا واستا. یه کلید دارم باز کردم. ماسکه. ماسکو فعلا ولش کن. ترس. به من اینو بگو. ماسک باید. به من علامت ها رو بگو. ببین من الان یه در دارم که چند تا علامت داره. خب اون صلیبی که تو میگی یه دایره است، یه صلیب داخلش یه جوریه میشه تویش. بذار ببینم. خب اون طرف صلیب بذار نگاه من 2 تا در دارم. خب سمت چپش خب علامت پروانه، کوه، درخت، ماسک و جعبه و چاقوه. سمت راستش یه گوزنه، پایینش دایره است که یه چشم داره که انگار مثل ساعت دورش. بعد یه خط داره که انگار صلیب ماننده داخل هم یه جوریه شکلش. ببین همون که یه چشم داره همون لنزه. خب همون لنزه. خب کدوم صلیب کدوم طرفشه؟ همش بالاه. همش بالاه. همش بالاه. اولویت با کدومه؟ کدوم ور؟ میگم همش داخل تو همه. هم نمیشه که اینا. بذار ماسک ربطی نداره. مثلا ماسک رو مثلا با بزنم جایی. ماسکه رو فکر نکنم فعلا نیاز داشته باشی. آخه چرا نوشته که یه آینه بود واسه یه آینه بود زدم ماسکه رو کشیدم رو صورتم الان باز شد چیز صفحه سفید. نفسم گرفت. الان علامت اومد برام. خب کدومه؟ خب صلیب ساعتی بگم یا نه قسمتی بگم؟ آره ساعتی بگم. صلیب ساعت 3. خب فلش ساعت 9. خب دایره ساعت 6. خب ببین الان چند تا شکل برای من اومده که من خب. میتونم به تو بگم. خب شکلش چیه؟ همون شکلایی که گفتی چپ و راسته. خب یکی بعد 3 تا از اونها رو انتخاب کنی. نکن یکی اون کوه رو انتخاب کن، حالت کوه ماننده. خب انتخاب شد. یکی درخت. یکی هم مکعب پایین سمت زدم شکلاش تغییر کرد. آره همین خب. 3 تا بودش. الان باید تو یه چیزی به من بگی فکر کنم. آره همون صلیب است دوباره تغییر کرد اونجاش. تغییر کرد؟ آره. اوکی خب بگو. صلیب ساعت 1. دایره ساعت 7. اوکی حالا پروانه رو انتخاب کن. خب. دو شکلا و چاقو. پروانه چاقو. آره باز شکل تغییر کرد. خب فلش ساعت 11. دایره ساعت 8. صلیبم ساعت 5. نه ببخشید 4. خب نکن پروانه کوه. چاقو مکعب. چیزش تغییر کرد. در باز شد برام. درش باز شد. خب یه دونه انگار والا واسه الان نوشته چیکار باید بکنیم. نوشته که سویچ ها رو باید تغییر بدم. واسه خب حالا باید احتمالاً برم اینجا. این 6 تا سویچه. باید به من بگی که کدومشو. بذار من بهت بگم چی دارم الان.
نگاه کن من الان یک شومینه دارم که 2 تا فلش داره، یکی از فلشاش نیست. یک دونه پنجره است جلوم که داره خاموش روشن میشه. یه چشم اومد بهش ویزیت Who is that? یا بس Who the fuck is that? حاجی یه عروسک دارم دار زدنش. چقدر دار کشم. شم برداشتیم. چی اینا؟ حاجی من چند تا گزینه دارم، چند تا برگه دارم. 6 تاه؟ آره بالا پایینه. خب به من به ترتیب بگو. آره. خب از چپ میخونم، بالا سمت چپ چپ، بالا پایین بالا خب پایین ردیف پایین از سمت چپ پایین ستاش پایین. یه دونه دیسک به من داد. سیو جی تی ساندرز. خب دیسکر نمیخواد بعد الان وارد اینجا کنم. خب برو تو. داره یه دونه فایل رو برام اکسترکت میکنه. آلبرت من واسه من چیز کردم، من اومدم شمع رو آتیش زدم کامل، یه کلید داد بهم. کلید رو ولش کن. ببین یه اسم داری جایی؟ بذارم بذار نه بذار من بس اینجا یه جایی بنویسمش، این برای بعدنه. آره واسه قبره رو کلیک کردم، رو قبره یه چیزی نوشته. آره خب آلبرت وندربوم. آره وندربوم. خب حالا باید اینو یه جایی بنویسیم، یه گوشه، یه جایی داری بنویسی؟ ورق دستت هست؟ بنویس. نیاز میشه واسه روی کلمش کلیک کردم چیز شد، روشن شد. کلماشو آها ببین ال رو باید روشن کنی. ال آره وی ای 2 تا ای بالا ای پایین. به ترتیب دارم میگم دیگه. خط بالا فقط ال. خب خط پایین وی ای ای آر خب او اولی. آها صفحه باز شد. آدم جنازه. یا اول فصل نداشت دارک چیه دارم یکی از دکمه اینجا کنارشه. واسه یه دونه 4 حرفی باید به من بگی. 4 حرف؟ ببین نوشته که یه دونه توی لباسش جای قلبش یه دونه رمز نوشته. آره جای یک چیز اومد. آره عکس زنش. اونو به من بگو. آی دی ای وی. چیزی نوشته آی دی ای وی. آره پلاستیک چه دارکیه. قابل من نمیشه. واسه من کلیدشو بزنم. آره آره نه بذار پیش بریم با هم. بذار پیش بریم. صبر کن. شاید کلیده برای بعدن نیاز باشه. دی ای وی. آی دی ای وی. خب آدم در گذشته باید اون کلیده رو بذاره. خب کلید کود. آخه من 2 تا کلید دارم، کلید زرد دارم، کلید معمولی دارم. واسه دارم حرف میزنم اصلا قرم نکن. میگه که کلیده رو باید بذاری به استخون، بعد فلش و خون. فلش فلش رو گذاشتم. آره در باز شد. فلش رو گذاشتم سر جاش باز شد. کجا؟ خب الان ببین الان یا باید استخون بذاری. آره یه دونه دندونه، یه دونه حالت گوش ماننده، یه دونه قطره خونه. آره کدومشو باید بزنم من؟ الان من دندون دارم، خون دارم، گوش دارم. خب نکن. خب به ترتیب به من بگو. سمت چپ دندون، وسط خون، سمت راست گوش. نمیدونم چیو زدم. ببین برو رو دندون تو. ببین دندونو میتونی برو رو دندون. حاجی دستگیری داره بکشمش پایین. واسه نه میگه که go to the hatch. میگه که نمیفهمم کلماتشو نمیدونم. بذار یه لحظه گوگل ترنسلیت چی. الان کجا یه چی بهم بده. میگه برو به سمت چپ رجب. چپ؟ آره جای دندون. تو دندون. بخوای دستگیره رو بکشم؟ واسه یه دستگیر است فقط.
آره یه دستگیره به سمت دندونه. واسه ببینم اینجا چی میگه. خب به سمت چپه. نه به سمت دندونه. خب دندون چپ دستگیر است یا سمت راستش گفت. میگه که دندون رو بردار. من دندونی ندارم، من گوش دارم. بابا دندون همون استخونه. استخونی نی بابا، نگاه کن. یه شومینه یه است لحظه. خب، باز شد شومینه لحظه. خب. ها بذار ببین دندون رو باید به من بگی که کجاست دقیقا کجاست. سه تا و نگاه دقیقا مکانش ببین کجا. یه دونه آدم مداد و در توی برداشت. گذشته باید گوش کن، بعد همه شمع رو روشن کنه خب روشنم. و دفتر رو بذاره. خب حالا نمیدونم دیاری معنیش چی میشه. نگاه کن آلبومی چیزی نیست. من شمع رو روشن کردم، یک کلید داد بهم. خب کلیده رو یه جا باید فرو تو کنی. کمد زدم، چرخوندم، بازش کردم، یک چی بهت بگم، عکس توش هست. یک جعبه که توش عکس گوش کشیده. خب حالا همونو به من بگو که کاریش میتونی بکنی. نوشته دری. دری. آره دفترچه رو گذاشتم بالای گوش. خب ها روش یه چیزی نوشته آلبرت وندو ببین چون پایینش بهم نوشته بگی دری. واسه توش چیزی نوشته آلبرت وندار بوم، پایینش نوشته دری. بعد 4 تا خونه است، 4 تا چهارخونه است. بعد کنارش نوشته as a child I was attacked by beast my sibling خب lunged lunged بخون. lunged at me. خب بعد صفحه بعد باز اتفاقی همون برای دندونش افتاده. فکر کنم ببین آره. دندونای یارو رو میتونی ببینی. بدونم. جنازه. داداش گلم دهنتو وا کن. کن میشه مداد جرت بدم. گوشت کنده وای نمیشه. وای وای یه کاری کردی نه. فکر کنم. یه چیزی واش شد داره من. نکن اون چهارخونه که هست تو خب دفترش خاطرات خب پایین سمت راسته. آخه من 2 تا چهارخونه دارم. توی دفترش خاطرات نگاه کن یک صفحه چهارخونه است، بعد سمت راستش متن، باز میره صفحه بعدی چهارخونه باز متن. همه صفحاتش همینه صفحه داره. اول صفحه اول چی رو بزنم؟ پایین سمت راست. تیک خورد. باز صفحه بعد الان اتفاقی باید بیفته برات. صفحه بعدی بالا سمت چپه. صفحه بعدی بالا سمت راست. پایین سمت چپ. اوه شیت چقدر دارک عکسش. پایین سمت پایین سمت راست. پایین سمت راست. آره صفحه تموم شد. پایین سمت آره همین. چرا بذار یه لحظه بهت میگم الان چیکار باید بکنی. نکن میگه که شما باید محفظه مخفی رو پیدا کنی. نمیدونم چیه ولی باید محفظه مخفی رو پیدا کن. بذار این دستگیره رو بکشم. بکش یه کش داد به من. کش. بذار برم تو بون دوباره ببینم چی میشه. میگه که خب همین کشه رو حالا نگه دار. وای یه دریچه برای من باز شد. ببین یه دونه XYZ دارم با 1 2 3. یه چیزی باید تو بهم بگی. آره دارم. بگو. منفی هم داری یا نه؟ منفی داره. نه نداری؟ خب ندارم. بزن 2y 2y 3x چی 3z 2y 2y 3z 3z. 1x. وای یه عکسی داد بهم بیرون. بدون متنه. دیز مسیج این تو چش یارو مسیجه. واه چشش در بیار. یا اول فصل. یا خدا جان مادرت نکن بابای کرو. چش داره دوش. یا خدا چش نداره این یارو. خب همین دیگه تو چشش مسیج. قابلمه بزنم تو سرش، ششاشو بتر کنم، مداد بزنم تو حلقش. شاید مداد باید بکنی تو چشش. والا کاری نیست که من بخوام مداد بکنم تو چشش. سنم یه عروسک هست.
آره توی چش عروسک. چه؟ حواسم به اون نبود ببخشید. چی بکنم تو چشش؟ کرو هم عروسک میشه دیگه. خودش چه جالب عروسکه، ولی خب کلاغ تو چش کلاغ. این مثل چش وای کلاغه. ریدم حاجی، صفحه یه دفعه اومد پایین، وای ریدم. وای چیه این بازی؟ خب بزن وایسه واسه وایسه ایکس یک، سه وای یا وایس. وایسه هم؟ ایکس، بعد ایکس یک، هم؟ زد دو. توی رفلکشن خود تو آینه یه دونه مسیجه. یا خدا، یا اول فصل وای منی که جلوم آینه است. پایین جلوم پر از خون شد، جلوم وای متین 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 کاش جلوم، خدا رو شکر که من اومدم آینده. متین نمیدونی چه صحنه ایه، وای جلوم یه آدم با ماسکه، بالاش یه خون نوشته شده 31 300 اصلا 300 واسه یه دست خب 312 هم؟ زد وای ایکس. وای الان یه آدم میاد تو ببین یه حلقم میگه سلام. شکل برا من. شکل چیه؟ شکل اتاقته به نظرم. خب چه مدل چه ببین شکلیه؟ تابوت پایینه دیگه نه. تابوت یعنی چی پایینه؟ یه تابوت پایینه یه دونات بالاشه یه دونه چیز. عکس اتاقته نگاه کن. کنار صندلی یه دونه دراوره ده. دراور ببینم. یه صندلی و میز هستش درسته. یه صندلی و میذاره. خب اون ور صندلیه یه چیزیه یه جعبه است یه چیه. آره یه جعبه. برو ببین چیه توش. الان میپره جلو. وای گوشه اون جعبه کجه. خب یا خدا، وای جمع شد قاشق با یک کد بگو کدو. ایکس ایکس قاشقم زد وردار نیاز میشه. ایکس زد وای میخوایم نهار بخوریم. ایکس زد وای 312. وای الان میگه زیر زمین رو میگه وای چیه؟ میگه که سوپ داغ تو بخور و تو یه جایزه پیدا میکنی. سوپ داری اونجا رو میز. قابلمه دارم. آره سوپ تو بخور یه جایزه پس قابلمه رو گذاشتم. وای یا یا الان کله یارو توش جوری بخورم خب. با قاشق. آها بعد اینو بریزم تو ظرف، بعد اینو با قاشق بخورم. یک چیز لوزی مانند داد بهم. خب این چی توشه؟ مال خونه. خب چون این خونم اینجا، میگه که بعد اینو بذارم اینجا، نمیگه که چون قشنگ معلومه. خون باز شد، یک شیشه است با یک گوش پاک کن. کد نیست توش؟ نه خب یک باید چیکار کنیم شیشه الان؟ باطله با یک شیشه پاک. نگو باید برم بکنم اینویزیبل نداره توش؟ نگو تو باید برم باطله بکنم بخوری؟ تو گوشه یارو. بذار شاید. جان مادرت، جان بابات. آره خب بو کن اینو، بو کن. خب. شیشه پاک کن و کرد تو دماغش. گوش پاک کن منظورته. بالا پایین کن. خون اومد شیشه پاک کن. حاجی، خون اومد. خب خونشو برداشتم، بریز تو شیشه. خب ریختم تو شیشه. خونشو کرد تو شیشه پاک. خب بعد چیکار کنم؟ خب هیچ حل اتفاقی بر تو نمیفته، نمی‌دونم. من فقط باید انجام بدم. نمیدونم. خب یه نگاه کن. گوشو من الان برای من یه دندون مونده فقط. گوشم انجام دادیم. بکن تو دهن، خون بخور. ببین دندون یه ترتیبی داره برای من. وای خب کشو کردم تو چی شد؟ دهنش، وا شد کش. دندوناش خب باز، دیگه. دهنش وا شد. خب خب دندون به من بگو اونایی که ریخته یا چیه. اون به ترتیب یه دندونایی رو بعد به من بگی. چی بدیم؟ خب بالا ردیف بالا سمت چپ
مربع مربع مثلث مربع مربع بزرگ مربع بزرگ مربع کوچیک مثلث مربع مربع. ببین ترتیبی باید داشته باشه. ترتیباش چیه؟ نمیدونم، برای من فقط مربع تو خالیه. ببین برای من اولیش پایین ببین بالا از سمت چپ پنجمی. یک اون چیه؟ 4 5 دندون بزرگ. خب همونا رو بگو بهم. دندون بزرگ رو دادم به توی ترتیب. دندون کوچیک پایین سمت چپ باز شد. داداش خب کدومش؟ لگوه مگر لگوه؟ با... خب دندوناتو کدومه بعدی؟ ساییدم پایین. اونی که بعد... دادم تو دندون پایین سمت چپ یکی مونده به آخر داره تکون میخوره. خب بعدیش؟ خب من اینو تکون بدم مردمم. خب بعدش تو باید بگی. خب داداش تو باید به من بگی. خب دندونه الان تکون میخوره چیکارش کنم؟ بده بغلی. شاید یه کار دیگه باید، شاید یه چیز دیگه رو باید بزنی. همین دندونا رو میزنم. ببین همون دندون بزرگه که بودش خب پایین سمت چپیش اون چیه؟ پایین سمت چپ نگاه. الان من دندون یه بزرگ دونه بال گوش کن. یعنی دندون دندون بزرگ بالا بزرگه که بودش یه دونه اوریب بیا سمت راست. بیا سمت راستیش یا نه بیام پایین سمت راستش؟ خب پایین سمت راست دیگه یه خب دونه یه اوریب دندون بیا. آره. گنده دیگه. خب همون دوباره همون رو وصل کن به جایی. چی رو به چی وصل کنم بخوره؟ فهمیدم باید چیکار چی؟ کنی. نکن این دندونایی که بهت میگم تکون بده ببین کدومشون تکون میخوره. اوکی. خب از بالا سمت چپ سومی. تکون نمیخوره. تست کن مثل همون اولی باید باشه. باید آره بشه. آره. با دندون یکی دیگه دندون دیگهش تکون خورد دیگه. دندون بعدی خب بگو. بهم بگو. پایین مربع پایین سمت چپ. پایین سمت چپ. نه مربع دندون بزرگ سمت چپ. ردیف پایین دو خب تا من دندون نمیبینم دندونا رو. نگاه ردیف پایین دو تا دندون داره سمت من چپیش. دندونا رو نمیبینم. مکعب جلومه. مکعبای اندازه جلومه. باید تو دندون بهم بگی. پنجم از سمت چپ پایین. اوکی. حالا بالا سمت راست سومی. از راست سومی. آره بالا سمت راست سومی. دیدم تو این بازی. خب دندون اول سمت چرا دندوناش دارم بازی میکنم. دندون اول سمت دندون قسمت بالا دندون سمت راست الان داره تکون میخوره. اوکی. حالا از پایین سمت چپ چهارمی. خب حالا دندون ماشی گرفت. ردیف پایین سمت چپ قسمت دندون سوم داره تکون میخوره. اوکی. ریدی که چی؟ ریدی میلاد گن زدی. به چی؟ اشتباه گفتی بهم. پایین دوباره از اول. سمت راست سومی. دوباره از اول. وای ها گفتی چپ. گفتم راست. خب اوکی. راست دوباره از اول. وای. بالا سومی از چپ. خب یه دندون گیر آوردم با دندون پایین سمت چپ داره تکون میخوره. اوکی. حله. یه ستاره گرفتم. بیام بیرون از دندون چم اینجوری داره تکون میخوره. آره از دندوناش بیرون. سلام داداش گلم دندوناتو دزدیدم. ببین گوشو به نظرم الان باید انجام بدیم. نمیدونم چی مونده دیگه اینجا. پیچ گوشتی دارین. خب گوشو بذار ببینم چجوری باید حل کنیم. خب بذار یه لحظه بهت میگم. بالای اون شومینه من یه جعبه دارم. خب انگار چند تا چیز میتونیم داخلش جا بدیم. اطلاعات در مورد اسلایدهای عکس را در ارتباط برقرار کنید. برقرار کردیم. اینا اسلایدهای عکس. میخوای از اول اون اسلایدهای عکس توی دفترچه خاطرات رو زدی؟ ثبت کردی؟ آره. یه بار دیگه چک کن. از اول خب اینه.
خب ببین تو باید بخونی اونا رو برام، شاید قاطی پاتیه. من همینجور به ترتیب عکس‌ها گفتم، تو باید بخونی برام الان. یه لحظه واسه بذار میگه من که بخونم وقتی که بچه بودم آه. با بر اثر زنبورات چیز خوردم، اتک خوردم و همه میخندیدن. خب این پایین سمت راسته. خب درسته؟ بذار دومی حالا. The birth of my daughter Rose I was the greatest achievement of my life. آها خب حالا باید اینجا رو بزنم. اینو بزن پایین سمت چپ. خب پایین سمت راست. بالا سمت چپ. بالا سمت راست. حله. بر تو چیز اضافه نشد؟ حله دیگه. یه بار دیگه انجامش بده. بذار یه لحظه ببینم من چیز اضافه دیگه ای نداشتم اینجا. یه زنه ای هم بودش. این نبودش توی اونایی که تو چیز بودی یا برو دوباره برو تو دفتر. چرا از اون ورسه تا چرخیدی؟ برو از اول. خب حالا یه صفحه برو. خب اینو نوردی برا من دیگه مرتی که این بالا سمت راسته. خب یس اینتر خب چیزی به تو نداد که. چرا یک چاقو باز شد. یک کد 4 رقمی داری آیا؟ نه یک انگار واسه چاقو داد بعد نوشته گوش. که اینتر the year of میتونی؟ داداش گلم یوتیوب گوش دوست بریدم. ببین یه دونه عدد باید به من بدی. واسه این گوشه رو بزنم اینجا. احتمالا دست همون یارویی که مرده. نه گوشه رو گذاشتم سر جاش. یک نامه داد. بگو به من نامه رو. بخون یه منو. کوین داد. نامش چیه؟ چند رقمیه کده؟ 4 رقمی 1984. ساله 1984. چند تا مطمئنی؟ اوکی آره. 84. پایین شیشه your living father اشتباه بود راجع نه اشتباه نبود 1984. یه لحظه سیستمم خاموش شد. هنگ کرد خاموش شد این پیسی. یه لحظه ترسیدم. خب کوین داد. واسه اینم یه لحظه الان واسا. یه الان لحظه واسا. اوه الان میگه که بذاره بگم. الان کوف دارم زر میزنم. بگو. الان باید تایم رو ست کنی. ساعت داری شما یا ساعت که ستش کنی؟ همون ساعت قبلیه رو خب میتونم تغییرش کنم. ساعت رو بگو. ساعت همونه. نمیدونم چرا دوباره گفته به یه دقیقه واسه نوشته که من بگو یه سکه دارم خب احتمالا این سکه رو بزنم رو عروسکه. خب نه نیست. نوشته که باید شطرنج بازی کنی. شطرنج دارم. شطرنج داری؟ آره. آره میگه که باید دوتایی گیم شطرنج رو کامل کنی. من چیزی ندارم اینجا. ها بذار یه دونه نوار کاسته. ها ببین تایم اون زمانه رو یه دونه زمان دارم من. زمان رو بزن 14 و 35. چهارده. وای یا اول فصل یا خدا یا اول فصل. چی شد؟ خونه داره تکون میخوره.
وسایل خونه دارن تکون میخورن. من آهنگ گذاشتم آخه. کجا گذاشتی؟ اینجا باند داره تکون میخوره آخه. گلدون داره میفته. گلدون افتاد. مال منم داره تکون میخوره. What the fuck. ای تیکه تیکه شد. این پیچگوشتی یه برام چیز باز شد. یه کلید دارم. واسه بذار یه لحظه من تو باید پیچای اونو باز کنی، من باید کلید رو باز کنم. اوکی باز کن. یا خدا. دو تا مهره دارم. واسه یه لحظه صبر کن. بعد الان شطرنج پلی بدیم. کار اصلیمون الان شطرنج پلی دادنه. بذار من صفحه شطرنج ها اینه. باید بری بس رکورد نمود اینجاش. خب از اول بیار. الان خب تو نکن برای الان من چندم. الان این مهره‌ای که من هستم A1 و الان مهره‌ای که تو برای من هستی A6. A6. آها درست بود. خب تو الان باید بری E5. E5 E5. اوکی. خب حالا برو A3. A3. خب مهرهاش ترسناکه. برو E1. E1 برو F3. اسم کنم داریم کوری میخونیم ما. برو CS. CS برو CS. ها برو D1. D1. حاج برو مهرهاش C6. ترسناکه. برای من یا اتومات شطرنج. یه کوین دیگه برام اومد. ورش دار حالا. الان من کجا باید برم؟ D6. D6. زدمت فشار. خب یه دونه آها اوکی. حالا یه دونه دستور دیگه برام اومده. بعد انجامش بدیم. این شما بیا بیرون. نوشته که آدمی که توی گذشته است بعد کویناشو بذاره روی ساعت. چش عروسک. یا ابوالفضل. چشهای عروسک. یا خدا. میگه که چی اخطار. میگه شاید روح تو تسخیر کنه یه همچین یا چیزی. خدا. هنوز وقت نمی. اوکی بذار ریدی واسه هرسه. چشه چی نوشته؟ چشه اینجا دیکیس چی هرسه دی بعد بزنم رو چشم مرده. هرسه گذاشتم رو چشم مرده. گذاشتی؟ دیکست. خب بذار ببینم چی میشه. مرحوم. بذار رو چشم مرحوم. یا بذار یا خدا. اوه سر هلو نیگا. یا ابوالفضل. یا خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا گو خوردم. بذار من برم جلو ببینم چی کار باید بکنی. وقتشه. که چی؟ یه چیزی نوشت آلتون وقت. به این کده رو بزن. ببین یه دونه مکعب طلایی باید داشته باشی شما. نمیتونم. برو روی میز یه دونه مکعب طلایی هست. روی میزه هستش همینجا. نه اینو بزن. بذار اون برای من هنوز نیومد. بذار یه لحظه ببینم این چی میشه. The program calls داشون نگران نباش. اون همینیه که این رابطه ما رو درست کرده. اون کاریت نداره. Turning this energy. You must help me. یه کانکشن جدید درست میکنه بین من و تو. یه دونه کیوب طلایی.
یارو نوشت وای you have برای من left me. وای داره ارور میده برای من. وای چی شد؟ اینی بگو. که adjust اسم فیلیپ ده سویچا رو به هم بگو، سویچا رو به هم بگو. خب از بالا چپ، پایین بالا پایین. نه فیوز به هم داد. خب فیوز پوفیوز کجا باید بذارم؟ فیوز اینجا کار نمیکنه. بازی کن. آه یه دونه فیوز وصل شد. خب حالا باید یه کار دیگه بکنیم. بذار بهت بگم. just done شد. break visual contact. ویژوال چی میشد؟ چه واقعیت؟ مخاطب واقعیت رو بشکن. وای روح جای منم هست. آها ببین نه ترسناک نیست. این الان چیزه وصل کردم من تو رو به آدم خوبیه. همین که سیاه ترسناک. داشت سیاه نارگیل. البته ولی یه چیزی چرا همه جای اتاق هستی داشت میشه یکم مزاحممی. فلش ساعت 2. خب کاکا نیگا برام من اومد. وای چیه؟ روح سیاه الان جای منه. لنز رو شکست اومد تو لنز. خب کانکشن سوم هم بس کنیم حله. بذار نگاه کن میگه که اسم گاز رو باید درست اومد جای من آخه. سلام دیسچارج چی؟ ادجاستش باید هیچی ببین شومینه رو دوباره بهم بگو. بخاری اولی دومی آخر سمت سومی آخر سمت راست. یه ساعتی رو مثل که باید بزنی تو 15 و 20 ست کن. ست کردی بهم بگو. آهنگش چرا عرفانی شد؟ یس دید پرسن. یه دونه مکعب طلایی داری؟ مکعب طلایی باید بده یا درست کنی. نوشته we have to use this angry from energy. خب بگیر ازش چیزی اگه میخواد بده. To create the new connection to the چی؟ a golden cube. اداد. خب دیگه همین. آره بعد بذاریش روی کیوبیکال دیوایس. گذاشتم. گذاشتی؟ آره. خب گذاشت. خب ببین میگه که ما دوتا هر دومون توی یک زمان باید چیزو اسمش چیه؟ اروباتن کدوم اروباتن؟ دهون ببین فلش پایین داری؟ آره. هر دومون به مدت 10 ثانیه باید اون نگه داریم. هر وقت بهت گفتم من میشمارم. 1 2 3 رو میگم نگه دار تا 10 میشمارم. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بلش کن. رفتیم تو سی سی او فکر کن. چپتر 2